از اینکه یه خورده منتظر شدید عذرخواهی میکنم. فرصت مصاحبه‌ام بسیار کوتاهه چون ما باید به فاصله خیلی کمی برسیم به حضور ریاست محترم جمهوری. خوشحالم از اینکه سرکار خانم اشتون، نماینده عالی سیاست خارجی و موضوعات امنیتی اتحادیه اروپا رو برای اولین بار بعد از چندین سال فاصله بین گفتگوهای رسمی ایران و اتحادیه اروپا در ایران میزبان هستیم. امروز بحث‌های قابل توجهی در روابط بین ایران و اتحادیه اروپا با خانم اشتون و همکارانشون داشتیم، من جمله وضعیت در منطقه، موضوع آینده ارتباطات بین ایران و اتحادیه اروپا، بحث در مورد همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، امنیت در افغانستان، وضعیت خطرناک و بسیار نگران کننده در سوریه و همونطور که همه میتونن حدس بزنن یک گفتگویی هم داشتیم در مورد موضوع هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای، هم در مورد اجرای توافق‌های گذشته و هم در مورد نحوه پیگیری کار در آینده که امیدوارم با همکاری دو طرف کار رو بتونیم به پیش ببریم. من بیش از این صحبت نمی کنم. یک بار دیگه به خانم اشتون و همکارانشون در ایران خوش آمد میگم. Iran is determined to reach an agreement. We have shown good faith. We have shown political will. که اعتماد در حقیقت ایمان داریم این مسئله و اراده سیاسی داریم و از طرف خودمون کارمون رو انجام دادیم و الان بسته به طرف دیگر هست که تعهدات خودشون رو انجام بدن تحت موافقت نامه ژنو در اون قدم اول و بیان به میز مذاکره با این میل و تصمیم و تعهد تا اینکه بتونیم به یک توافقی برسیم که برای هر دو طرف مورد توافق هست، مورد قبول هست و فکر می‌کنیم که ما حتی در 4 ماه یا 5 ماه دیگر میتونیم این کار رو انجام بدیم و حتی در زمانی کوتاه‌تر، ولی برای این ما باید و این رو باید قبول بکنن که ایران فقط توافقنامه رو قبول میکنه که احترام بگذاره به حقوق مردم ایران و اینکه ایران هم باید این کار رو انجام بده که هیچ سردرگمی و وجود نداشته باشه، مشکلی وجود نداشته باشه در نیت‌هاش، چون ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.